یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. انا گپ مبرم. الله سبحانه و تعالی خیانت چشم ها را هم میبیند. در یک جا یک کس به چشمت اشاره کرده، انا همین خیانت چشم است. بنده به چشم اشاره میکنه، میکنیم کو نمیکنیم، میکنیم. خائنة اعین و ما تخفی الصدور. الله سبحانه و تعالی از خیانت های چشم با خبر است. تو به او کسی که اشاره میکنی او سرش پایان است، تو خیال میکنی که او نمیبیند، بلکه الله اون میبیند. کن و یعلم ما تخفی الصدور. اون چیزی که در درون سینه ها پوشیده هست الله از اون با خبر است. الله او را میداند. در سوره تبارک الله سبحانه و تعالی میفرماید و هو علیم بذات الصدور. الله سبحانه و تعالی از درون سینه های شما با خبر است که در درون سینه های شما چی گپ ها رفته شده است، چی حرکت ها رفته شده است. الله از این با خبر است، با خبر است.